معلم دوستم آموزگارم، شما را دایما در یاد دارم. به یاد آرم همه پند شما را، نصیحت های دلبندی شما را. السلام علیکم بیننده های عزیز ما. من امروز جماعت شهنان در محله اندیجانی برای تبریک کردن یکی از کسب های فدایی خود، یکی از نفرانی که برای نسل نورست، برای تعلیم و تربیت دادن جوانان حصه گذاری کرده طول چندین سالها در خدمت بودند. در خاندان امروز آبیدا و محفی ردایتی که امروز جشن زادروز دارند، در جشن 65 سالگیشان، در جشن 65مین میلاد عمر تبریکگویی آمدیم. امروز در آن خاندانی که پدر این خاندان استا و دولتگار نامدار این محله عزیز هستند که در هر یک خاندان با آن دستان پر از هنرشان در خدمت شده برای زیبا گرداندن این خاندان در خدمت بودند. در خانواده مصرالدین امک صدرالدینوف در خدمت هستیم. امروز آن روزهای خرسندی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، مانند هر روز همراهی شمایان مهمان این خانواده میشویم. رفتیم. السلام علیکم پدران، مادران عزیز. السلام علیکم مهمانان خانواده مصرالدین امک، مهمانان خانواده یکی از معلمه های پیشقدم و فدایی کاری خود آبیدا و محفی ردایتی. من امروز در این خاندان پرشکوه، در این خاندان پرفیض و پر از دوستان نزدیکان امروز جشن زادروز میلاد عمر را استادی عزیز معلم آموزگار محفی ردایتی آبیدا و جشن گرفته ایستادیم. اگر کنسرت زنیم، اگر به نظر تکلیف میکنیم. مرحبا. بدم از جان شما میانشان را ایانشان استید. معلم عزیز، مادری مهربان آبیدا و زادروزتان مبارک. امروز مولود عمر را، میلاد عمر را صمیمانه تبریک میگوییم. امروز شما از نام کی تبریک کنی آمدگی ما؟ البته از نام فرزندان و از نام من چندین سالها باز دولتگاری کرده، استادی کرده، برای این محله اندیجانی چندین سالها باز خدمت کرده ایستادگی. از نام امک جان ما شما تبریک میگیم. زادروزتان مبارک. پیشتر استیتان خواهرام. امروز مولود خجسته را صمیمانه مبارکباد میگیم. معلم عزیز، من مادر مهربان هم در خانه هم در حیات در وظیفه آموزگاری، در وظیفه استادی چندین سالها باز خدمت کردند. بهر چندین کودکان نسل نورست صمیمانه خدمت کرده، آنها را با مدنیت، معرفت، علم، تربیه و تعلیم داده. معلمین از همه کسب پرشرفترین است در جامعه ما، از همه کسب بالاترین است برای ازبکستان عزیز ما که برای نسل نورست علم می آموزند. معلم عزیز، مادری مهربان، زادروزتان مبارک. تا دنیا باشد. امروز از نام فرزندان عزیز، از نام شاگردان عزیز برای شما میگویم نور معرفت برایم باز کرد آموزگار. مرغ اقبالم بلند پرواز کرد آموزگار. بی سواد بودم، سواد آموخت و چشمم باز کرد. از الفبا حرف نو آغاز کرد آموزگار. آموزگار، معلم، این از همه انسان خاکسار است. کودکی که اولین قدم ها را به دبستان و مکتب میماند با یک چهره کشاد، با یک آغوش گرم آن کودکان را به آغوش میگیرد. هم مکتب را هم فرزندان را یک خیل تربیت میکند. این شخصیت معلم، استاد نام دارد. معلم عزیز، زادروزتان مبارک. امروز از نام فرزندان عزیز، از نام جگربندانتان، از نام موسوم آیتی، زرین آیتی، زفر جانکه، سروین آزایتی، از نام کلیم پاشاتان، آلیم آیتی شما تبریک میکنیم. امروز روز خرسندی مبارک. حاضی آنها گفتند که مادر ما برای ما یک چشمه خشک نشونده هستند. همه دنیا و از همه گلی زیبا باشد، گلی بهشت ما، گلی جنت ما، گلی بوی ریحان ما مادر عزیز ما هستند. برای مادر ما رسانید که دوست می‌داریم. یک روزی نبودنشان را در این دنیا تصور کردن نمی‌توانیم. هم تو در دروازه میکشویم بالای همین کراوات با پدر مادرم شینن، اگر از ما انسان خوشبخت‌ترین نیست، چرا که آنها برای ما دعاگوی هستند. برای مادرم رسانید که زمین و آسمان من، زمین و آسمان من، توی مادر، توی مادر.
جهانی بیکرانی من توی مادر در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر معلم عزیز محفل دویتی چخیلی که هستید همراهی فرزندان هم صحبت شدیم آنها در چشم اشک حلقه بست گفتند که از هیچ کس کم نکردند هر یکی ما را خواندند صاحب معلومات عالی گردانیدند هر یکی ما دانشگاه‌های دولتی را ختم کردیم معلومات عالی داریم مانند مادرمان مانند پدرمان خاکسار هستیم پدرم به رحمت گوید اماجان عزیز اعضای فرزندها برای شما رحمت میگویم که پدرم یک کسبی از همه پرشرفترین را از همه انسان خاکسار هستند از خردیشان با دستان پر از آن شرفمندشان برای ما هر چیزهای زیبا می ساختند من چندین سالها برای مردم عزیزم و برای محله اندیجانی خدمت کرده هر خاندان و نام پدرم گیریم استا آن کس انسان خاکسار و صمیمی گفته تعریف میکنند بگذار باشند هیچ وقت پیر نشوند من پدرم نو 18 ساله مادرم نو 17 ساله شدند عمرشان دراز شود هیچ وقت خسته نباشند الان خیلی جوان و سرسبز و زیبا شده در سر ما سایبان باشند پدرم برساند که ای پدر جان خاک پایت می شوم وقتی پیری من عصایت می شوم یکی از پرزیدنتمان هم تاکید کردند قهرمان دور و زمان حاضره ورد شده کار میکنند بگذار در دم پیرید همیشه در خدمت پدر مادر ما باشد کلیم پاشا هم رحمت گوید که آن کس برای ما کلیم پاشا نه همچون خواهر ما قبول کردیم و ما 3-4 خواهر شده همجایه در خدمت پدر مادر هم هستیم زادروزشان مبارک باشد حاضر فرزندان یک تا یک تا نیتوی نقص و نیکشان را میگویند معصومایتی سر میکنند مرحمت Assalomu alaykum mehmononi aziz hammaton xush omadedon man imroz az hayajon va kamdargiram omad modarjoni xudamro padarjoni xudamro az samimi qalbam tabriku tahniyatho mekunam hamesha dar sari mo sog'u salomat bosham padaram آفتاب هستند مادرم نوری آن هستند پدرم دریا هستند آبش مادرم هستند من میخواهم که همیشه در سر ما ساغ و سلامت گردند مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست اثر دارم اگر آن اثرم هدیه توست به همتون تشکر همیشه ساغ سلامت گردید هیچ کمی و زاری نبینید ما همیشه در خدمت شما بودن الهی نصیب گرداند رحمت تشکر همتون باز باری دیگر السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید میگویم به درگاهی پدر و مادری من امروز مادرم زادروز دارم از این فرصت استفاده برده اون کس را تبریک میکنم و با 2 مصرع شعر فکرم را بیان کردنی هستم همچون پدرم را هم چونکه زادروز اون کس گذشت ایا مادر پدر لبتان پرخنده باشد گلی رویتان همیشه تابنده باشد ماهی تابنده باشد هر زحمتی که بر ما کشیده به پایتان سر نهم ارزنده باشد زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادر است بالای سرم ای خدای مهربان نگه دار تو مادر پدرم را من ببینم درد و غم لیک نبیند مادر پدرم همه وقت شاد و فیروز باشید مادر و پدر جان و ما همه وقت خرسندی شما با همراه باشید رحمت به کتابتون هزار رحمت تشکر می‌گویم برای چنین تمامیت‌های نیکتان مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید درگاه منبر بیمار روز تولدتون که تبریک میکنم الهیم صد به قدر آید و مکان که خوش پیر شوید الهیم همیشه مانا دعا قیام شده پشکه خونه مشته کرده
Rahmat olsun. Olimojی دعا کنه که هیچ وقت کاراشان شما نگفتن، هیچ وقت دکتر ما نگفتن کارتون. فقط توی تنتنه و فقط طرفخانه و رستوران کفتن خیلی بازوهای زیبا با گفتن. مرحبا. Assalomu alaykum. Mehmonoi aziz, xush omaded omad dargohi moho. Mana imroz modari azizam 65 سالش نیست و در روزشان مبارک شد. همچنین پدرم نخوردی خود مرا خوراندی مادر، نپشتی خود مرا پوشاندی مادر، نخوابیدی مرا خواباندی مادر. زهی ای مادرم لیلت بجانم، ایا دلم ای مهربانم. مادری عزیزم، پدری عزیزم، زاد روزتان مبارک شود. الهی 120 پرونده همه وقت سر شما به ما صاحب و سلامت گرده. شما هم سر ما به صاحب و سلامت گرده. دوستان همین خاندان ما شریفتان الهی مکرد. خوش آمدید مهمانای عزیز. رحمت تشکر میگم. تبریک میکنید. مرحبا. آقاجان زالرزتان که تبریک و الهی صد بدهید سر ما و سر هم صاحب سلامت گرده. رحمت تریانا جانشون چاش کنیم کنید. از آن رویهای پر از دورشان بوسیم کنید. مبارک باشد. حاضر محبی را دایتی در اینجا فرزندی عزیزتان زفر جانکا گفتن که من سر شرم میدارم امروز از من مادرم را تبریک کنید. می ارزم مادر یگانه من، بعد از خدا انسانی که باوری دارم، بعد از خدا نفری که برای من مهربان ترین شخص هستند. شبها اینجا ته نکردم برای ما الله های ناز گفتن. برای مادر عزیزم رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرف نامی مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم، هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاد است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نامی مادر. مادر مهربان، پدر عزیز تا دنیا باشد. شمایان انسانی خاکسارترین هستید که من چنین فرزندان با اعتبارانه برای شما چنین نیت‌های ناز و نیکشان را اظهار میکنند. همیشه باشید و در سر فرزندان دعاگوی باشید. همین سالهای نزدیک به حاجیان و حاجی بابا گفته شمایان جنگ زدن، تبریک کردن نصیب کنند. حاضر ما را میبینیم برای زن و زیوری خاندان، برای از همه نازکترین خاندان، فرشته خاندان در اینجا انگشترین طلا کنیم. در قرصت بزنیم در وقت تو باز پایینه. مرحبا. مبارک باشد. مبارک باشد. برای امروز شانستون طلای خاندان جامعه های زرین را تیار کرده‌اند. مرحمت پیشکش کنید برایشان. مبارک باشد. مرحمت. Akajon, Eloikan sari momba hama bak sabu selamat karde. Jangan muncul
زادرتتون مبارک شود. الهیم دعاگوی شده همه وقت ساق و سلامت گردتون. شمونم ساق و سلامت گردتون. Rahmat. O'zi bu nabiryason seni mehmonam ustidan bet peshashon. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. Kirsayanki hatto 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunur kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ey rahmat, muborak bo'lsin. Marhamat, güzel olayım. O'zi qo'yib tillora. Muborak bo'lsin. Muallima va Miradoti, mana chand so'l shud hamrohi duradgor amakchani azizamon oilabasida chand so'l shud? 46 سال 47 سال شد 46 سال 47 سال و چند مراتب راستش میگیم گلدسته بگفتید نگفتیم مردای سمرقند خودشون کردنی مشون لیکن شرم میدارن غرورمون بلنده اینجا با حاضر امرشان گفتن که چند مجلسده همین خاله جانت با همین معلمه با که من فرزندهای ما را تربیت کرد فرزندهای ما را به دنیا آورد و آنها را همراهی من یک جایش خواندیم رحمتی مرا رسان برایش رسان که اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم قسم بر قاش و ابرویت قسم بر شعله رویت قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم اگر عرضی نیازی من همه سوز و گدازی من و دوشی تو نمی‌فارد تو را من دوست می‌دارم مادر عزیز هم خیلی گفتن که امکشون هم خیلی وقتا میشد که من یکتی فعلم تیستر الان وقتا من پس میکردگی مهربانی میکردگی نمی خاله جانت برایش انمی دستگلی زیبای انمی من تیار کن گفتن یکتا کرسک زنیم گل میسپارم مبارک باشد گرد گل باید مبارک باشد تبریک کنید امروز روزی خورسندی امروز روزی زادروز خواهش نباشد روز رقصش کردید امروز نیت کرده هر دوی توفا کرد دست بالای دست گذاشته این شیرینی زیبا را یک جایی میبریم از آن تناول میکنیم مبارک باشد مرحبا کار تیار میکن حتی شمسا دیامانی انتقاف کنیم شبهایشم زادرز مبارک بگوییم که یک سال 20 ساله شده بودم مرحبا زادرز مبارک مبارک باشد
زمان همراه امروز صاحب جشن ها یک جای و رقص ها و خرسندی تکلیف میکنیم. مرحمت زادروز مبارک سرود شوق برای شمایان به رقصش خرسندی میکنیم. نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا نمونتیکه به یاد تو هر شب آسون می ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیوار من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیوار من مهتاب خوشگل شبای من تاریکه با من باشه عشقم دنیا تاریکه یاد تو هر شب آسونی ندیسم جای تو قلبم خواهی عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیوار من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیوار من مهتاب خوشگل شبای من اومدی تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست که نکنم دلم هر شب تو را میخوندم تو من دادا بگفتی که بهار میموندم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیوار من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیوار من مهتاب خوشگل شبای من بله بله
مستی مستی دلم شکستی شکستی دلم شکستی مستی و مستی ما رو خستی مستی و مستی دلم شکستی شکستی دلم شکستی
Yegandı
بیننده های عزیز ما، تماشابینان شبکه شهنام، امروز گواهی آن گشتیم در محله نامدار شهر سمرقند، در محله اندیجانی که تاریخش کهنسالترین است. در این محله فداکارانه پدر عزیز دولتگار شده استقلال شده برای خلق و وطن خدمت کردند. مادر مهربان باشد تا حال در خدمت مردم برای تربیت کردن نسل نورس همچون آموزگار خدمت کرده استادند. هر دوی آنها را با جشن مولود خداوندشان صمیمانه تبریک کردیم. همراه شمایان مهمان این خانواده شدیم. تشکر میگویم برای مهمانداری، برای چنین صمیمیت و آغوش گرم. تشکر میگویم همیشگی با ما باشید با شبکه شهنام. تشکر برای شما. سلامت باشید. خوش بتام. خوش. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم. کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی. تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی. زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه؟ تو باور میکنی